Net call. Major instability detected. Safe zone evac orders are in effect. حسننه استریمو چجوری رفتی دیده گو خار کنسه با شاتگان فایت بده. حاجی دهنم سر این که این ویدیو رو بزنم یا نه سرویس شده. این که مثلا در مورد لیدربوردی که واقعا ارزش ویدیو نداره. حالا خیلی چون میدونم بچه ها خوششون میاد اینجور محتواهایی که مثلا من لیدربوردی زدم بیا ببین خوششون میاد دارم میذارم. یعنی نه کار زیاد بزرگه چون ممکنه همینا پس فردا ما رو بزنم، فقط به خاطر اینکه آخرش خنده داره میذارم. آخرش من یه میسایی میدم انقدر که این شماره سه به این شماره یک فوش میده، انقدر خنده اصلا جیدشم خودم میترکیدم، انقدر داشت میگه عاطفه بیچاره فوش میده. حالا عیبی نداره میس دادن، منم یه آدمم دیگه آقا میس بدم چی میگم. ولی بحث بعدی از لیدربورد طرف وایسش دیدی که اول ویدیو وا میکنه فوش میده چه جوری اومدی تو لیدربورد. چون الان بخوای بری تو لیدربورد بعد میگم مثلا با به لیدربوردیا بخوری مچ، باید خودت هم لیدربوردی باشی. اگه اینا به ما خوردن یعنی اینا یکی دو مچ همینجوری رفتن لابی، مثلا اومدن با سرور پایین‌تر بازی اینجوریه فکر. یعنی لیدربوردیا میخونم به لیدربوردیا بود. حالا پاتروزم که تهش 40 نفر، حالا بات هم میگه اگه داشته باشه که شاید نهایت 35-6 تا 30 تا. و یعنی واقعا اصلا نه بازی مهمه نه لیدربوردش مهمه. منو ول کنی میرم فقط اوپن لابی، یعنی اینقدر که اوپن لابی. نکته بعدی این که حاجی چند تا یوتیوبر هستن حالا حمایت شدن دیگه، من کاری ندارم، من اصلا برام مهم نیست، فقط نمیدونم واقعا بعضی هستن که این محتوا استفاده میکنن یعنی لذت میبرن. طرف اومده ویدیو زده من مریضم من نمیدونم دارم میمیرم، بعد پس فرداش زده من از بیمارستان مرخص شدم یه 30-40 تا ویدیو خورد. اگه از این چیزا خوبه تو کامنت ها بگید که منم این بعد یه مثلا چیز پزشک بیارم. شاید هم طرف مریض بوده، من آدمی نیستم که قضاوت کنم. بگذاریم بریم سراغ خود ویدیو خودمون، همین لیدربورد. بچه‌ها نگاه کنید لیدربورد الان واقعا رفتن توش یه اسکواد میشه، یه اسکواد ترور هارد سگ همه چسبید به هم. AK47 بکشی AK117 بکشی با چی یه HS یه پنه میری لیدربورد راحت میده. یعنی توی همین آلکاتراس هی بچسبید به هم، نفر اول دراپو بگیریم. اینجا رو ببینیم حاجی اگر در شرایطی که یارتون اینجوری میره لای 3 نفر داره میزنه اینقدر این روحیه دادن بعد نیست، ولی اینجوری هم به طرف انقدر چیز نکنه. هول شدن قشنگ بچه‌ها تو حرکت من توی ویدیو دیدم. آرمور 200 زدم ول کردم می‌خواستم مدیک بزنم بعد رفتم یارو رو زدم بعد دوباره اومدم این آخر ویدیو هم خیلی خنده داره دیگه. من میرم خلاصه که در همتون میگم ویدیو کلا 4 دقیقه و 24 ثانیه است. یه لایک بزنید یه کامنت بذارید بهترین چیزه. از اینجا ویدیو به بعدم خودتون ببینید که این طرفو میزنیم یه نفر دیگه رو میزنیم بعد اینقدر این شماره 3 به 1 فوش میده. من از خنده دیگه ببین چه چاتایی نیست میگم مثلا خنده دار یه وضعی. فعلا خدا نگهدار، خیلی دوستتون دارم، مخلصم، خدا نگهدارتون. چجوری رفتی دیده گو خار کنسه با شاتگان فایت بده. مادر تو رو گاهید همه روزه عاطف به مادر گنده حاطف حروم کنی حاطف خیلی کنی هستی حاطف بینا حاطف اونا تو دوباره اومده ما نیومدیم.